سلام و درود خدمت اعضای چنل گنج و دفینه. امروز اومدیم داخل یک محوطه باستانی و میخوایم کروکی یک موضوع خاص را بهتون نشون بدیم. این منطقه فوق باستانی و کاملا سرسبز و بکر که خیلی میشه لذت برد ازش. کاملا محوطه رو میبینید و اشراف کامل دارید داخل کلیپ. یک منطقه آتش فشانی و باستانی از زمان باستان، تقریبا 3000 سال پیش اشیایی از این منطقه یافت شده که تاریخ را به 3 الی 3800 سال پیش برمیگردونه. ما در وسط قله هستیم، قله آتش فشانی، و دقیقا محوطه رو کامل داریم بهتون نشون میدیم و علائمی که در باستان تکون خورده هم داخل کلیپ کاملا مشهوده. قشنگ اشکافت ها رو میبینید. به دلیل اینکه گوشی بنده زوم زیادی نمیتونه بکنه، ولی اشکافت ها مشهوده.